از کار خود لذت میبری واقعا؟ خیلی خدا رو شکر اینقدر خوشحالم که یعنی واقعا چون وقتی داریم یه جای کار میکنه از قدیم ما یک متل میگن اون از دهن بفته به دوان بفته، یعنی اگر کاری که ما میکنیم نره به کشوردی، کاری به غریبه نباشه، کار به خود ما باشه که همین دستگاهی که ما میسازیم به این افتخار کنه که همین دستگاه میره شرکت بغلیمان 10 تا 15 تا از کارگران مشغول به کار میکنه. با امید و آرزوی پیشرفت و موفقیت مملکت ما، زنده باد افغانستان. همراهان عزیز سلام، وقت شما بخیر. امروز با همکارم آمدم به شرک صنعتی و قرار شرکتی را به نمایش بگذاریم که ماشین آلات اینجا می سازن. بریم ببینیم که داخل از این شرکت چی ماشین هایی می سازن و چی فعالیت هایی دارن. با ما همراه باشید. انجینر صاحب محترم، در کل از چه زمانی این شرکت شروع به فعالیت کرده؟ شرکت ماشینری پیشگام روز از سال 1401 هجری شمسی شروع به فعالیت کرد، افتتاح شد و ما با تعداد اندکی از کارمندان کار خود افتتاح کردیم، با تجهیزات خیلی اندک، با امکانات خیلی کم و خوشبختانه در طی چند سال توانستیم که تعداد پرسنل خورم افزایش دهیم، امکانات خور و تمام ماشینالات و تجهیزاتی که اینجا میسازیم هم افزایش دهیم. خیلی خوب، میشه بگین در کل داخل از شرکت چقدر پرسنل است؟ پرسنل تکنیکی و فنی ما که در کل داخل کارگاه ماشین سازی شرکت ماشینری پیشگام روز فعالیت دارند در حدود 30 کارمند میشه که در بخش‌های مختلف مانند بخش تکنیک و بخش آرگونکاری و بخش برقکاری و جوشکاری و بارشکاری و مونتاژکاری و بخش‌های برنامه‌نویسی و این چیزا فعالیت دارند. در کل کارمندایی که اینجا کار میکنه کارکنان فنی هستند؟ بله، کارمندایی که در کل اینجا فعالیت دارن کلا کارمندای فنی و مسلکی و تکنیکی هم، چون در غیر از اون کارهایی که اینا انجام میدن کلا کارهای تکنیکی و فنی، یعنی یک شخص فنی و مسئول ماه که کار بلد باشه و بفهمه چگونه کار انجام. خیلی تشکر. در این شرکت شما چی نوع ماشینالات ساخته میشه؟ ما خوشبختانه اولین شرکت ماشین سازی به افغانستان هستیم و در سال 401 آقای همکارم گفته باشم که به شما معرفی کردم ما شروع به فعالیت کردیم. زمینه کاری ما وسیع‌تره، چون افغانستان شما میفهمین که شرکت ماشین سازی صنعتی یا ماشینالات صنعتی نیه. ما اولین شرکت هستیم. به هر حال ما ماشین‌های صنایع دارویی، غذایی و همچنین نوشیدنی را صفر تا صد می‌سازیم. من وقتی داخل شرکت داخل شدم لوگوهای کمپانی یا ویسن فارما را اینجا متوجه شدم. چه ارتباطی شرکت با ویسن فارما داره؟ در اصل شرکت جزء بگین یا یکی از شرکت‌های گروپ کمپانی ویسن فارما شرکت ماشین سازان زیر مجموعه یک شرکت داروسازی یا دواسازی ویسن فارما که از سال 83 شروع به فعالیت کرده و تا فی الحال هم به شکل موفق پیش میره. خیلی خوب انجینر صاحب، در کل ماشینالاتی که اینجا ساخته میشه بیشتر در کجا استفاده میشه؟ ببینید ماشینالاتی که استفاده میشه کلا در صنایع غذایی و دارویی داخلی استفاده میشه. مثلا به شرکت‌های صنعتی یا هر شرکتی که مثلا ضرورت داشته باشه، مثلا دستگاه نوشیدنی یا دستگاه دوایی یا غذایی فرق نمیکنه. بیشتر روی تمرکز ما روی صنایع غذایی داروییه. جناب مدیر صاحب، در کل برای ساختن از این ماشینا از چی تکنولوژی و مواد استفاده میکنه؟ ببین بستگی به نوع خود پروژه داره، بستگی به همو ماشین داره. ما کوشش میکنیم که از سیستم بروز استفاده کنیم، از متریالی که استفاده میکنیم که امروز مثلا بگم مدل روز باشه، فرض کنید سیستم مانیتورینگ استفاده میکنیم یا سیستم
کنترل ماشین اتومات کامل اتومات باشه. دستگاه قبلی که بود یک شخص تا یک دستگاه را اندازی میکرد، چندین جای با 4 یا رنج پورا وا میکرد، بسته میکرد تا دستگاه را میفتاد. ولی خوشبختانه فعلا دستگاه حالا کلا از طریق کامپیوتری تنظیم میشه. ما سیستم از سنسورها حرکت‌ها فرمان میگیره و همه پروگرام یک دستگاه برنامه نویسی میشه به قالب چوکات یک برنامه یا اون PLC که میگیم. از حافظه از او کنترل استفاده میشه و میتونه یک دستگاه به شکل اتومات کار کنه. به محض استارت یک دکمه هر دستگاه میتونه شما دیگه کلا بسپاریم به خود کار کنه انجام بده. خیلی خوب، تشکر. خب بیننده‌های عزیز، ما همین اکنون در خود کارگاه حضور داریم با انجینر صاحب و قراره که دستگاه ها را با ما معرفی کنند و بگویند که این چی دستگاهیه و چی فعالیت میکنه. درسته نه مدیر صاحب؟ خیلی مجددا سلام میگم. دستگاهی که میبینیم خط کامل دوایی از 0 تا 100 که بسته‌بندی شده به یک از ولایات قراره انتقال داده بشه و آماده بارگیریه که ما از قسمت اول از این خط ابتدای خط شروع میشه، بعد میایم قسمت پرخون و میره به قسمت دربند و خروجی. خط مکمل دواییه که آماده بارگیری تکمیل شده. همچنین خط مکمل دواییه، درسته؟ بله دواییه که تکمیل شده و آماده بارگیری انشالله. که جناب مدیر صاحب، شما چگونه اطمینان حاصل میکنین که این دستگاه کار میده منظم؟ ببینید اول که گفتم تا ماشین ساختن بعد اون تخصص خاص خود داشته باشه. ما تقریبا 15 سال سابقه کردیم در بخش دوا و نوشیدنی تخصص کار داریم. ولی قبل از اینکه ما دستگاه انتقال بدیم به کارخانه طرف اینجا به انواع و اقسام موادهای غلیظ و رقیق و اما آپشنایی که قرار است در ماشین کار کنه اینجا با هر ظرفی که داریم تست میزنیم. دستگاه را از لحاظ خطاهایی که مثلا احتمالی هم است در نظر میگیریم، روشن میکنیم. اطمینان حاصل از بر پروگرام، از برق، از قسمت مکانیکی حاصل میشه. بعد از مونتاژ مونتاژ میشه و بسته‌بندی میشه، آماده بارگیری. باز هم انتقال داده که میشه مجدد به کارخانه طرف هم دوباره روشن میشه و به اونجا تحویل داده میشه. ما در ادامه برنامه در کل بیشتر میپردازیم. این کدام بخشیونه دقیقاً گفتید؟ این قسمت میشه که ظرف پر میشه یا می شیشه به اصطلاح وطنی بگوییم همون شربتا. شربت پر میشه. بله که دستگاه به حالت اتومات کار میکنه و میایم تعدادی که به عددی که ما با کامپیوتر از دادیم همو با شکل اتومات میشه که خواسته باش میره روشن هم بکنیم که اگر لطف کنین یک دفعه روشن بکنین تا بیننده هم ببینن. درسته؟ باشه یک دقیقه برق وصل کنیم. خب بیننده‌های عزیز، تا برق روی وصل میشه و روشن میشه قرار کلی ماشینالات اینجا به شما به تصویر بکشم و همو سوالاتی که در ذهنی ما خلق میشه که فرض مثالی بوتل چگونه جور میشه، چگونه پر میشه، اینا همه بالاخره بر اساس تکنولوژی و دستگاه و اینی تو گپ‌ها هست که با مدیر صاحب خوشبختانه هستیم و قرار ذره به ذره توضیح داده شه. ما فعلا قرار که این دستگاه رو روشن کنیم و ببینیم چگونه کار میده. درسته مدیر صاحب نه؟ بله یک برق وصل کنم. درست. خب بیننده‌های عزیز، طبقی که در تصویر دیدیم و هرم روشن کردیم و فعالیتی رو دیدیم که چگونه میشه. ما
اکنون بالاخره اینجا انواع و اقسام ماشین هایی که فقط سوال مطرح میشه که این چیه او چیه ای چیه. مدیر صاحب دیگه توضیح داده روان. این دستگاه هست دستگاه بسته‌بنده که به نام دستگاه شرینگ پک هم میشه گفت و ما عموما در افغانستان دستگاه بسته‌بند میگن، دستگاه پرس که ما وقتی چند دونه ظرف کنارم میگذاریم به شکل یک بسته 12 تایی یا 24 تایی یا 48 تایی پک میکنه، روی سلیفین میکشه یا پلاستیک میکشه، از این حالت کوره داخل کوره میشه و از کوره بیرون میشه، یک سرد میشه و یک بسته کامل از اینجا ما شما تحویل میگیریم که یعنی کار نهایی میشه. کار نهایی میشه، ختم کار، هر خطی که کار کنه ختمه. مثال واضح‌تری وطنی بدیم، منو بوتل هایی که اونجا مثلا پر میشه و آماده میشه، مثلا 12 تا داخل یک پکیج میشه و این پکیج میسازه. بله این قسمت پکیج اینه که یعنی ختم کار دیگه، از این بعد انتقال داده میشه به انبار و یا جای گدام میشه. مدیر صاحب سوالی مطرح شد، اینا وقتی چالان میشه روشن میشه برق زیادی میخواه؟ ببینید دستگاه پاکینگ ها یا دستگاه پرس مصرف برق را بالاتر، به خاطر که از حرارت بالاتر ضرورت داره. کوره عموما از دو نیرو استفاده میشه، یا باید گاز باشه یا یک برق باشه. خب باز به افغانستان هم بحث گاز که فعلا مشکلات عموما از برق استفاده میکنه که بین 10 تا 12 کیلووات مصرف برق در ساعت. بیننده های عزیز، در این برنامه قرار دستگاه های با شما نشان بدم که فقط نامی رو شنیدیم. حالا ما متوجه شدیم که همین پکیج های حالا میتونه شربت باشه، میتونه انرژی باشه، هر چیزی میتونه باشه. در کل همین پکیج های 24 تایی یا 12 تایی که هسته دقیقاً توسط از دستگاه پکیج میشه، منظم جور میشه و به خدمت فروشگاه های بزرگ فکر کنم قرار میگیره. درست؟ احتمالا نگه فروشگاه بزرگ ما همه میبرم و نمایندگی ها میبرم. خیلی خوب. این چیه بوده سه؟ این هم یک دستگاه دواییه که در حال ساخت نیمه کاره، هنوز تکمیل نشده، در حال مونتاژ. این هم دواییه، بازی ما پیشرفته تر ساختیم. ما مثلا تا 10 نازل میگیم، ما ساده تر بگیم که 10 نازل و 12 نازل و 17 نازل، ولی فعلا 20 نازله رو ساختیم که 20 تا به یک رو همزمان پر میکنه. یعنی سرعت از این فوق العاده و خیلی هم بالاتر. یک ظرف جدیدیه که دقیقاً تولیدی از این ظرف هم در اینجا میشه. ببینید این ظرف ما بله این ظرف هم به همین افغانستان تولید میشه و این ظرف هم خود ما تولید میکنیم و اتفاقا بگم یک از جمله ماشینالات پیشرفته که ما میسازیم دستگاه پیت یا اتومات 4 قالبه که مثلا بوتلای نوشابه و انرژی و اونا رو میسازه و دستگاه فوق العاده. باز ما شاید اونا رو خودش از نزدیک ببینیم که به حالت فول اتومات کار میکنه و او دستگاه ما رقابت با دستگاه ایران میدیم که هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ سرعت. بیننده های عزیز، ما متوجه شدم که در این شرکت ماشین های بالاخره ساخته میشه که بوتل ها هم در اینجا ساخته میشه. بر علاوه از بسته‌بندی، بر علاوه از که در داخل از بوتل ها توسط از دستگاه ها همون مواد ریخته میشه، خود از بوتل هم در اینجا ساخته میشه و ماشاءالله کارگرها که در تصویر میبینیم مصروف کارن و من فکر کنم در اون قسمت برش و همچون کارهای ما در این اصطلاحات آشنایی ندارم. شما در کل توضیح بدید. ما چون یک قسمت کارا ما کارهای سینسیکری هم داره که باید به مواد دیگه انجام میشه. یک قسمت دستگاه تراشه که این قطعات از یک شکل به شکل دیگه تراشیده میشه، مثلا که به این شکل بگیم ما رو فرض کنیم ضرورت ما به این قطعه به این شکله مواد خام از این کمیای تراش داده میشه، باز استفاده به اون موقعیتی که در نظر گرفته شده یا طراحی شده. همچنین اون دستگاه تراش گفته میشه که اونم تراشکاری میکنم. این دستگاه میلینگ میگم یا فرز که یک شکل‌های دیگه کار وجود انجام میشه. این دستگاه عموما از این دستگاه با جاهایی که بخوایم یک سطح یک قطر یا کفترشی کنیم یا مثلا سینه ترشی کنیم یا یک شیار بزنیم از این دستگاه استفاده میشه. مثلا که این قطعه که بخوایم بسازیم فرض کنیم همچون قطعه میتونیم با از این دستگاه استفاده کنیم، چون این قطعه هم میتونیم با دستگاه پیشرفته تر لیزر کار کنیم، هم میتونیم از این دستگاه استفاده کنیم. ولی ما چون افغانستان بعد از امکانات دستگیره و کوشش میکنه از کمترین ابزار بیشترین استفاده بکنیم و این قسمت و همچنین این دستگاه ما دستگاه تراش مثلا شکل فرض کنیم این شکل قطر ما بعد از جوشکاری و تراشکاری به این شکل در بیاریم. این دستگاه
و این قسمت کجامی دستگاه جوش آرگون لیزره که از این دستگاه فکر میکنم به افغانستان شاید یک دونه یا 2 دونه بیشتر نباشه در کل افغانستان. در کل افغانستان، چون این سیستم بروز مدل اگر فقط داخل ویدیو داشته باشیم لیزر 2024 این دستگاه ظرفیت از این داره که به داخل آب هم جوش بده، داخل آب به داخل آب هم جوش بده و همچنین خوبی از اینه که خیلی کارمند حرفه‌ای هم نماید که خیلی حرفه‌ای باشه. مثلا به محض اینکه رو قطعه بگذاریم به شکل خط جوش میده، ولی نمونه کارا از این میتونه که باز نه اینا نیه نمونه کارا از این با شما میگم که روشن کنم بچه‌ها یا نشون بدم من نزدیکتر، چون فعلا لیزر با تمام تکنولوژی که چین هم استفاده میکنه دستگاه قیمت اینا بالایه و ما کوشش کنیم که از این دستگاه بهر نهی بشه استفاده کنیم. در این قسمت فکر کنم سیتینگ و تنظیمات اینا می باشه، درسته؟ این قسمت اون پنل یا پیلسینه که فرمانه از کلان به تنظیم میشه که ما به چی شوی، به چی قطری، به چی زاویه از اینا استفاده کنیم و همچنین خود ترانس هم اون میشه که واسه داخل از اون سیستمای خاص خود داره. در اینجا دستگاه ساده تر بگیم دستگاهی که دریل میگیم ما یا برمی درختی میگم، همین سوراخگری یا بعضی جاها که پانچ میشه از این استفاده میشه و این دستگاهی که شما میبینیم دستگاه CIP یا دستگاه ساده تر بگم شستشوی اتومات میشه که وقتی به یک سیستم دارویی و غذایی نوشیدنی از این سیستم استفاده میکنم، زمانی که یک محصول مثلا ما این تولید کنیم حالا فرق نمیکنه چی نوشیدنی چی دوایی، قبل از او بعد اون مسیر خط و دستکار بخوایم ضد عفونی کنیم یا شستشویی کنیم از این سیستم استفاده میشه که اینا سه مخزن داره، یکی مثلا آب جوش داره، یکی کلور داره، یکی سود داره، هموت مواد مخصوص خود داره که این دستگاه خط قبل از شروع کار ضد عفونی میکنه، آماده میکنه برای تولید. اگر از این استفاده نکنیم باز اون محصولی که تولید میشه حالات کوالیتی باز یا میکروبی میشه یا اینکه به یک مشکل مواجه میشه که این سطح کوالیتی کار بالا میبره یا از لحاظ لابراتوری یا میکروبیولوژی و مشکلات روبرو نمیشه هر خط تولید که ما باشه. کی دوایی که میشه. تشکر. بیننده‌های عزیز، او کسایی که معلومات دارن در این بخش فکر کنم خوب صحیح دلچسب برای از اونا، او کسایی هم که معلومات ندارن با دیدن این ویدیو 100% معلوماتشو بالا میره و ببینین که دستگاه‌های با چه ویژگی‌های ساخته میشه و ما آگاهی نداریم در کل. ما در این قسمت یک فعالیت دیگه میبینم، فقط شما توضیح داده روان باشین. قسمتی هست که برای دستگاه دوایی ما یک قسمت گیره بگیم یا قسمت گیرپیر میشه که ما یک قطعه یا قسمت از دستگاه پرکونه که در حال مونتاژ کردن از هستن که مثلا اینا با تعدادی که پوری گرام شده اینا میای ظرف فرض کنیم به این شکل میگیره، حالا زیر بار اتومات نیره ظرف نگه میداره باز همو که ظرف وقت کار به حساب ما بازی نکنه یا جلجل نخوره، صرف نگاه که در این پرکری خطای کار رو کم کنه. سلام، خوبین؟ خوب هستیم، بخیر. اسم شریف؟ مسعود رحمانی هستم، یک تن از کارمندان پیشگام روز. در این شرکت که کار میکنین لذت میبرین؟ خیلی. بهترین کاری که اینجا دوست دارین و خیلی خوشاینده برای شما چیه؟ بیشتر مونتاژکاری که دستگاه آماده میشه وقتی کار تحویل میدیم واقعا خوشاینده برای ما. تایم کاری شما از چند تا چنده؟ از 8 تا 5. کدام پیامی برای بیننده ها دارین؟ فقط خوب و خوش باشن، امید که همیشه کاروبار برای جانا مایا باشه و خارج از کشور نرن، دیگه هیچ گفتنی ندارم. بسیار زیاد تشکر. خب مدیر صاحب، در این قسمت هم بالاخره در حال جوشکاری هستند و من نمیفهمم چی هست. نوار نقاله بگیم یا انتقال در کل شما در مجموع هر دستگاهی که به این گروپ کمپانی یا شرکت ماشین سازان ساخته میشه یعنی یک شرکت دیگه فعال میکنه با اون شرکت چند نفر دیگه دست به کار میشه. مثلا با آماده شدن این خط فرض کنیم 10 نفر کارمند به هر ولایت هر شرکت شروع به فعالیت میکنم، اونا مصروف کار میشن و در کل ما یک کارخانه رو میسازیم و اینطوریه که ما میگیم یک محصول تولید میکنیم و یک نفر به او دست به کار میشن. نه، همه چیزی که شما فکر کنین در کل چندین چیز ما در نظر گرفته میشین. اولی که
این زمینه اشتغال برای یک نفر نیه که بگه حتما باید یک انجینیر برای کار کنه یا این برای سطح بالا مثلا یا سطح پایین همه به کار همون دستگاه انجینیر خورم برای راه اندازی به کار داره و همون کارمند معمولی یا کارمند عادی خورم به کار داره که به یک کارخانه به کار باشه. خیلی خوب بیننده عزیز همراه باشین و قراره که بخش‌های مختلفی شرکت به نمایش بگذاریم و همچنان فعالیت‌های زیره. ما قسمت مواد که ما به دستگاه بیشتر به شما توضیح بدم قسمت گودام که شما می‌بینیم ورق استیل بیشتر مواد تو سر کار ما استیل داره که ما استیل ما وارد کننده استیل خود مانیم. هم از این تمام می ماشینا اینا که از استیل استفاده میشه خصوصا بخش کاوری درست؟ نه در کل ما مخزن‌ها یا دیگای پخت و صادر که می‌سازیم از ورق استیل مخصوصی استفاده میشه که ما باید بستگی به سفارش مشتری ها استیل 304 یا 16 که ما مواد خام خود ما وارد میکنیم و نمیشه چون این کار خوب نیه که ما بگیم به یک برگ و دو برگ ورقی کار بشه مجبوریم که عمده بیاریم و به مشتری ها نظر به سفارش اینا بسازیم. مثلا اینا ورقای شیت به شکل برگ میآید اینا به شکل رول میآید همچنین به حساب بگم این میله ها یا شفت بگیم اینا به شکل طولی 6 متره میآید پروفیل همیته به حالت 6 متره میآید. خیلی از قطعات مثلا دیگر ما شما که قسمت انبار یا گودام مثلا انواع و اقسام نوارای نقالایی که مثلا مشتری ها سفارش داره به عرض یا طولای جنسیت مختلفه که ما اینا مثلا نظر به سفارش هر کس اون میسازیم نمونی کاره ولی اینا رو بیشتر ما وارداتی میاریم و وارداتی یه قسمت گودام وان که این باید بعض قطعات دیگه بیننده های عزیز ما همین اکنون در گودام شرکت قرار داریم و طبق که مدیر صاحب تشریح دادن اینجا همو وسیله هایی که از اونها استفاده میشه موادی که از اونها استفاده میشه مانند استیل در اینجا هست. با ما همراه باشین. قراره که برم به پیش یکی از کارکنان اینجا ببینم که چه کار میکنه و چی نظریه داره. جوان سلام وقت بخیر. سلام خوب هستین؟ سلامت بخیرین؟ باشین شما. قربان شما. اسم شریف؟ امان محمدی هستم. بعد یک سلام خدمت تمام بیننده های عزیز. امان محمدی هستم. بنده 14 سال تو بخش دستگاه دواسازی پورکون دربند لیبلزن دستگاه انرژی باب اینا فعالیت کردم. خدا رو شکر بعد از 14 سال برمیگردم کشور خوب همچین جای و همچین شرکت که همچین دستگاه واقعا دارین در افغانستان میسازه. این واقعا یک افتخار خیلی کلانیه با ما. خیلی خوش آمدید. بودن در کشور خود خوب دیگه نیاز به کشورهای دیگه نداشته باشین که مثلا دستگاه همین نیاز ما کشور دیگه همه هزینه بکنیم کارگر اینجا به خود بشینه اپمل بکنه ولی ما پول بدیم این دستگاه بی کیفیت و به قطع ما بفرستن. خدا شما اینجا دستگاه پورکون و دربند و لیبرزن که دونه اینجا در حال فعالیت مثل تانکرها برای دواسازی ها اینا ما خدا شما اینجا خود ما بعد از 14 سال توی کار بدون گیسی کار اینجا کنترل کیفیت همه چینا زیر دست ما اینا که خدا شما همچین دستگاه‌های فوق العاده پیشرفته تمام اتومات یعنی شما ابوتری اپیت و از دربند و لیبرزن تمام این دستگاه ما خدا شکر اینجا آماده میکنه میسازه. خیلی خوب ماشاءالله با یک انرژی و بسیار روحیه تازه داری صحبت میکنی. صبح که بلند میشی از خانه میخوای بیای شرکت از کار خود لذت میبری واقعا. خیلی خدا رو شکر اینقدر خوشحالم که یعنی واقعا چون وقتی داریم یک جای کار میکنه از قدیم ما یک مثل میگن اون از دهن بفته به دوان بفته یعنی اگر کاری که ما میکنیم نره به کشور دیگه کاری به غریبه نباشه کار به خود ما باشه که همین دستگاهی که ما میسازیم به این افتخار کنه که همین دستگاه میره شرکت بغلی ما 10 تا 15 تا از کارگران مشغول به کار میکنه. یک فعالیت یک حساب کتاب شما فکر کنید مثلا به همین شرکت ما الان 35 نفر کارمند کار میکنیم اگر این شرکت نباشه ما فنی کار نباشه همین دستگاه هم 35 نفر بیکار میشه. این نباشه شرکت بغلی ما که کلوچه نوشیدنی تولید میکنه مجبور همین پول از کشور بیرون کنه بره بده به اونجا کارگرا مشغول به کار بیاره اینجی تا بدون چند نفر دست به کار کنه. این خیلی انشالله که در افغانستان از این حمایت بشه از صنعت هر کشور که صنعت پیشرفتی داشته باشه این صنعت پابر جای سلامت بشه زنده باشه. امیدوارم همیشه با قوت با انرژی و با همین روحیه بسیار زنده بمونه. خیلی با ما همراه باشین بیننده عزیز. بخیر. بیننده عزیز
بازم با یکی از کارمندای کارکنای دیگه اینجا صحبت میکنیم و خاصتا یک سوالی از اینا میتونم داشته باشم که به نظری از اونا چنین فعالیتی در افغانستان چی تأثیری میتونه در مملکت ما شما داشته باشه؟ ببینیم امروز مصاحبه میکنن یا نه. کاکا جان سلام، وقت بخیر. چه احوال؟ بخیرین؟ خواهش میکنم اسم شریف یک معرفی کوتاه. محمد شفیق قانع. محمد شفیق قانع شرکت. خیلی خوب. کاکای گل من، به نظر شما چنین فعالیت هایی در افغانستان چی تأثیری بر صنعت و همچنان بر اقتصادی این مملکت ما شما میگذاره؟ بیترین چیزی اینه که ما رو وابستگی ما کشور خارج به همسایه اینا رفت میکنه. ما مثلا همین کار اگه ما نکنیم مجبور شما از خارج از کشور وارد کنیم. این بی‌نیازی ما رو از اونا میکنه. دستمون پیش از اونا که دراز نیست دیگه. چند وقت میشه اینجا کار میکنه؟ مدت زیاد، چون من به ایران بودم، تراشکار بودم، به ایران کار میکردم. از کار کردن در افغانستان در چنین فضای لذت میبرین؟ اصلا فکر کنید از مرز که بی‌طرف میشه روی دیگه چی میشه؟ مثلا که بعضی دیگه با خود کار میکنه دیگه. زنده باد افغانستان. با ما همراه باشین بیننده‌های عزیز. پیام برای صنعتکاران و سرمایه گذاران و تجارت پیشه‌های کل در افغانستان اینه که بیایم از این صنعت ما استقبال کنم، از این محصولات ما دیده بازدیدی داشته باشم، از کیفیت کار، از محصولاتی که به افغانستان تولید میشه و شاید خیلی به باور اینا نباشه که این محصولاتی که از ماشین سازان خارج میشه به همین کشور ساخته شده باشه. ما امروز دستگاه اتوماتیک ما میسازیم و خیلی از دوستا و خیلی از کسا قبول ندارن که این محصول یا این ماشین به افغانستان تولید شده، ولی خوشبختانه همون توانایی در این شرکت و در همین نیروهای فنی هست که بیشتر از این چیزا هم ساخته بشه و بسازن و تقاضای ما این است که همکاری کنن در زمینه سرمایه گذاری بیشتر و ما یاری کنم در قسمت خرید ماشینالات. مثلا ما میسازیم که اونا مصرف کنم و نمونه از این کارا رو ما میبینیم که یا از چین میآیه یا از کشورهای دیگر همسایه میآیه به کوالیتی خیلی پایین‌تر، به هزینه خیلی گزاف و مشکلات دقیقه به دقیقه روبرویان و ما این که همین پول از کشور بیرون نشه، از این کیسه به این کیسه بشه و مشکلات مردم مرفوع بشه به هر حالتی که هست. ممنون شما جناب مدرسه، بخیر باشین. همراهان عزیز، در قسمت پایانی برنامه رسیدیم و ما امروز اینجا آمدیم و دیدیم که چی فعالیت های میشه و با دستان خود ماشین های میسازن که در فابریکه ها و کمپانی ها تحویل میدن و از اونها استفاده میشه. با امید و آرزوی پیشرفت و موفقیت مملکت ما، زنده باد افغانستان.